سپیده قلیان متولد دهه 70 خورشیدی اهل دزفود در استان خوزستان است. شهری که زندگی در آن از همان ابتدا با گرما، تبعیض و صدای اعتراض کارگری گره خورد. درباره جزئیات کاملا رسمی تحصیلاتش روایت‌های متفاوتی وجود دارد، اما در گزارش‌های متعدد آمده که در رشته‌های مرتبط با حسابداری و علوم اجتماعی تحصیل کرد و خیلی زود پیش از آنکه نامش در رسانه‌ها شناخته شود درگیر نوشتن، مشاهده و روایت زندگی کارگران و فرودستان شده است. او نه از دل احزاب رسمی بیرون آمد و نه از دل پروژه‌های سیاسی. مسیرش از همان جایی شروع شد که معمولاً دیده نمی‌شود، کنار کارگران در اعتصاب‌ها، در گزارش کردن آنچه حکومت نمی‌خواست دیده شود. سال 1397 وقتی اعتراضات کارگران نیشکر هفت‌تپه در شوش به یکی از مهمترین جنبش‌های کارگری دهه‌های اخیر تبدیل شد، سپیده قلیان به عنوان فعال و روایتگر میدانی در کنار کارگران حضور داشت. در تیر ماه امسال و در 26 سالگی برای گذراندن 5 سال زندان به اوین رفت. یکی از دلایل محکومیت سپیده قلیان شرکت در اعتراضات کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه است. همین حضور، همین ایستادن کنار صدایی که سرکوب میشد، او را وارد چرخه‌ای کرد که بسیاری از زندانیان سیاسی ایران آن را تجربه کردند. 27 آبان 1397 بازداشت شد. 1 ماه بعد با وثیقه آزاد شد. اما آزادیش نه پایان ماجرا بود و نه حتی وقفه‌ای جدی. دی ماه همان سال پس از آنکه در تلویزیون حکومتی برنامه‌ای پخش شد که فعالان بازداشت شده را وادار به اعتراف اجباری می‌کرد، سپیده قلیان علنا از آنچه بر او و دیگران گذشته بود گفت. از فشار، از بازجویی، از اعترافی که اعتراف نبود. چند روز بعد 30 دی 1397 دوباره بازداشت شد. گزارش‌های حقوق بشری از همان مقطع به ضرب و شتم و بدرفتاری اشاره کردند، الگویی که بعدتر بارها تکرار شد. پرونده او در سالهای بعد سنگین‌تر شد. احکام متعدد، تجدید نظرها، کاهش و افزایش محکومیت‌ها و در نهایت اجرای حبس. تابستان 1399 برای اجرای حکم به زندان منتقل شد. ابتدا اوین و بعد در ادامه همان سیاست فرسایشی تبعید به زندان بوشهر. در گزارش‌های نهادهای حقوق بشری از شرایط دشوار زندان، فشارهای جسمی و روانی و محرومیت از درمان گفته شد. سپیده قلیان در این سالها فقط محبوس نبود، مدام از بندی به بند دیگر، از شهری به شهر دیگر منتقل می‌شد. بی ثبات، فرسوده، اما همچنان ایستاده در موضعش. نامه‌هایی که از او منتشر شد، چه درباره اعترافات اجباری، چه درباره وضعیت زندان، تصویری از زندگی روزمره‌ای میداد که معمولاً از قاب خبر بیرون می‌ماند. روزهایی که نه قهرمانانه اند و نه سینمایی، بلکه طولانی و خسته کننده و خرد کننده. پاییز 1400 در دوره‌ای که به مرخصی آمده بود دوباره بازداشت شد و به بند 209 اوین منتقل شد، بندی که نامش با بازجویی‌های امنیتی گره خورده است. این بازداشت هم به پرونده‌ای تازه وضع شد، افشاگری درباره شرایط زندان و آنچه بر زندانیان گذشته بود. باز هم بازجویی، باز هم فشار، باز هم ادامه همان مسیر قبلی. به اسفند 1401 که میرسیم، نام سپیده قلیان دوباره در فضای عمومی شنیده شد. 24 اسفند 1401 از زندان اوین آزاد شد. آزادیش فقط چند ساعت دوام آورد. مقابل زندان در خیابان جمله ای را فریاد زد که خیلی زود همه جا پخش شد. همان روز چند ساعت بعد دوباره بازداشت شد. گزارش‌های فعال حقوق بشر و رسانه‌ها از بازداشتی خشونت آمیز گفتند. بدون ارائه حکم، با فشار بر خانواده، با ضبط وسایل. بعدتر اعلام شد به دلیل همان شعار به 2 سال حبس با اتهام توهین به رهبری محکوم شده است. در جریان دادگاه وقتی حاضر نشد قواعد نمایشی دادگاه را بپذیرد، از جلسه بیرون انداخته شد. تصویری عریان از آنچه عدالت در چنین پرونده‌هایی نامیده می شود. در همین دوره بود که موجی از حملات و برچسب زنی در شبکه‌های اجتماعی علیه او شکل گرفت. در فضای قطبی شده‌ای که بعد از خیزش زن زندگی آزادی به وجود آمد.
برخی حساب‌ها و جریان‌ها از جمله حساب‌هایی که خود را هوادار سلطنت معرفی می‌کردند، او و زندانیان مشابهش را با اتهام‌هایی مثل همکاری با جمهوری اسلامی یا انحراف از مسیر هدف قرار دادند. این همزمانی دردناک بود. از یک سو جمهوری اسلامی با زندان و حکم و سرکوب و از سوی دیگر بخشی از اپوزیسیون با تخریب و حذف نمادین. جنگ روایت‌ها دقیقاً روی بدن و زندگی کسانی پیش می‌رفت که در زندان بودند. سپیده قلیان این 2 سال حبس را گذراند و خرداد 1404 از زندان آزاد شد. اما این آزادی هم پایدار نماند. آذر 1404 در مشهد در مراسم زنده یاد خسرو علی کردی دوباره بازداشت شد. گزارش‌ها از بازداشت جمعی فعالان و برخورد امنیتی در آن مراسم خبر دادند. چند هفته بعد بهمن 1404 اعلام شد که او را به زندان وکیل‌آباد مشهد منتقل کردند. زندانی که نامش برای بسیاری با شرایط سخت و دوری از خانواده همراه است. آنچه از سپیده قلیان در این سالها باقی مانده فقط چند عکس یا چند تیتر خبری نیست. زندگی سپیده قلیان مجموعه است از بازداشت‌های پیاپی، آزادی‌های کوتاه، شعارهایی که هزینه داشتند، نامه‌هایی که از دل زندان بیرون آمدند و سالهایی که زیر فشار استبداد آرام و بی صدا فرسوده شدند. روایت او یادآور این واقعیت تلخ است که بسیاری از زندانیان سیاسی نه در لحظه پرهیجان خبر، بلکه در روزها و شب‌هایی که کسی نگاه نمی‌کند زندگیشان را می‌گذرانند و بیرون ما اغلب فقط نام‌ها را می‌شنویم و به جایش روایت‌های آماده را باور می‌کنیم. سپیده قلیان امروز در زندان وکیل‌آباد مشهد است و داستانش هنوز تمام نشده. داستان انسانی که میان سرکوب حکومت و خشونت جنگ روایت‌ها همچنان هزینه ایستادن را می‌پردازد. به امید آزادی سپیده قلیان و تمام زندانیان آزادیخواه در ایران. زن زندگی آزادی.